درود و ارادت خدمت تک تک شما دوستان عزیز کانال کریپتویی. آقا خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای کانال خودتون. بچه توی این ویدیو قراره بهتون بونوس جدیدی که روی ثبت نام و احراز هویت میتونید دریافت کنید خیلی ساده است رو آموزش بدم. خیلی ساده است، اما اگر یک بخش از آموزش رو نبینید احتمالا نتونین بگیرینش، چون یه مقدار پیچیدگی داره نحوه دریافتش، اما به صورت کامل توی ویدیو و نحوه دریافتش و ترید کردنش رو کامل بهتون توضیح دادم توی همین ویدیو. 10 تا ویدیو نمیخواد بذارم، کامل همه رو داخلش توضیح دادم. پس 0 تا 100 رو با دقت نگاه بکنید. 3 ماه روش زحمت کشیدیم تا تونستیم این بونوس رو براتون دریافت کنیم برای همه ایرانی‌ها. فقط لطف کن قبل از دیدن ویدیو این ویدیو رو لایک کن که زحمات در رو شما برداشته بشه و ما هم یک نفس راحت بکشیم. خب قبل از هر چیزی یک مورد هم خدمت عرض می‌کنم قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو. بچه‌ها روی واریز و حجم ترید یه بونوسی به شما میده. من یه توضیح ریز بهتون بدم. 50% روی واریز به شما فیوچرز بونوس میده قابل ضرر از روی بونوس. حالا چجوری ازش سود بیشتری کسب بکنیم؟ چجوری بتونیم یک حرکتی بزنیم که آقا یه سود خفنی رو از دل این صرافی بکشیم بیرون رو آخر ویدیو بهتون توضیح میدم. این برای اون سری از دوستانیه که واریز میتونن بکنن به صرافی و یه سود خیلی خفن میخوام بگیرن، راه مخفی مثل همیشه. بریم آقا با هم ویدیو اونو شروع. انجامش بده با بغض، انجامش بده با در زندگی فرصت آمادگی نمیده. انجامش بده زیر فشار، انجامش بده با شک، انجامش بده ناقص، انجامش بده همین الان. خسته ای ولی انجامش بده. خب درود دوستان، وقتتون بخیر، امیدوارم حالتون عالی باشه. بچه برای ثبت نام من یه توضیح بهتون بدم. اول روی لینکی که داخل دیسکریپشن براتون گذاشتم، داخل کامنت اولم پین کردم، کلیک میکنید با نام ثبت نام در صرافی CZR. روش کلیک میکنید تا وارد کمپین بتونید بشید. وارد این صفحه میشین. زمانی که وارد این صفحه شدید شما میایین روی ساین آپ کلیک میکنید. اول اینجا ایمیل خودتون رو وارد میکنید و سپس روی ساین آپ کلیک میکنید. مراحل دقیقا همینطور که بهتون میگم باید جلو بریم. حالا مورد مهم اینجا من میام ایمیلمو میزنم، ساین آپ رو میزنم، وارد مرحله بعدی که بشم از اونجا به بعد ادامه ویدیو رو با هم دیگه میریم جلو. دوستان دقت کنین، موضوع به شدت مهم. بعد از اینکه روی ساین آپ زدین، وارد این صفحه شدین، از اینجا به بعد با دقت گوش کنین، خیلی مهمه. بخش اول احتمالاً ایمیلتون رو نوشته. بخش دوم پسوردی که باید ست بکنید. پسوردتون باید شامل حروف بزرگ و کوچک انگلیسی باشه، جفتش. عدد هم داخلش داشته باشه و در کنارش از علامت مثلا ادسان، هم میگن حروف خاص، علامت ادسان، نمیدونم، حالا من یه سریاشو اینجا روی تصویر براتون میذارم ببینید. از این جور چیزا هم توی پسوردتون داشته باشید. برای مثال هم یه مورد رو من مثلا اینجا براتون مینویسم که شما ببینید. برای مثال مینویسیم بچه. پس نکته اول شد پسورد. قشنگ دقت کنید، خیلی مهمه. برای مثال من میزنم مثلا CZR. اوکی، من این روشن کنم. برای مثال میزنم CZR. این همش حروف کوچیک بود، درسته؟ حالا حروف بزرگی هم توش استفاده میکنم. چند تا حروف کوچیک زدم، چند تا حروف بزرگ زدم، عددم توش کار میکنم. یه دونه حروف بزرگ هم میذارم، مثلا عطر. اوکی، این شد پسورد ما. حالا این پسورد ما شد. پس حروف کوچیک، حروف بزرگ و عدد و یک حرف خاص. قسمت به شدت مهم که اگر اشتباه انجام بدید شما بونوس دریافت نمی کنید. به هیچ وجه هیچ کدوم از بونوس ها رو دریافت نمی کنید، چون کمپین اختصاصی داده شده. توی این بخش پایین که نوشته اینویشن کد، حتما این کدی که اینجا نوشته شده باید باشه. اگر نبود دستی وارد کنید. دقت کنید حروفش هم باید دقیقا مشابه اینجا همه حروف بزرگ باشه. W Z H J E V H T دقیقاً همین چیزی که اینجا نوشته شده بود. اگر ننوشته شده بود براتون پس دستی وارد میکنید.
این مورد به شدت مهمه. اینو که انجام دادین، ایمیلتون هم که این بالا بود، این پایین روی تایید قوانین کلیک میکنید و دکمه ساین اپ براتون روشن میشه، دکمه ساین اپ رو میزنید. توی این مراحل که جلو میریم بچه یه کد میفرسته، یه کد 6 رقمیه میفرسته به ایمیلتون، اونو باید تایید کنید. کد 6 رقمی رو زدین، تایید شد، دیگه اکانت اولیه شما ساخته میشه و از اونجا به بعد میریم برای احراز هویت که من توضیحاتش رو خدمتتون عرض میکنم. خب دوستان دقت کنید، ثبت نام ما الان انجام شد. اوکی، مرحله اول رو به پایان رسوندیم. بریم مرحله بعدی رو بهتون نشون بدم. مرحله دوم بچه‌ها میشه شامل احراز هویت. برای احراز هویت شما میبایست که اول از همه بیاین توی بخش هوم. از اینجا بچه‌ها همونطور یعنی اون پایین یک گزینه براتون میاد دانلود. روی این دانلوده میزنین، اپلیکیشن رو دانلود میکنین. هم روی iOS داره هم روی اندروید داره. اپلیکیشن رو دانلود میکنین. بعد از اینکه اپلیکیشن رو دانلود کردین وارد میشیم، میریم برای احراز هویت. من میرم دانلود میکنمش، نصبش میکنم، با همین ایمیلی که ثبت نام کردیم وارد اکانتمون میشیم تا ادامه مراحل رو بهتون توضیح بدم. خب دوستان دقیقاً با همون مراحلی که بهتون گفتم رفتیم جلو. الان اپلیکیشن دانلود شده، وارد اکانتمون شدیم. اوکی، اینجا میایم روی، من دوباره کلیک کنم، این بالا میبینید عکس یک کله آدمکه، روش کلیک میکنم. وارد این صفحه که شدم بچه‌ها، ما باید احراز هویت خودمون رو انجام بدیم. اگر ببینید تو خط اول نوشته اون بالای بالا کنار آدمکه CZR Exchange، پایین آیدی مون نوشته، پایینش نوشته نان VIP. روی نان VIP کلیک میکنیم، وارد صفحه احراز هویت میشیم. روی گزینه سمت راستی نوشته Go to Verify کلیک میکنیم. اینجا استارت میکنیم، بریم مرحله بعدی. بچه چون ثبت نام توی تمامی صرافی‌ها شبیه همه، من دقیقاً دارم همون رو میرم جلو. بریم چیه. آقا اینجا دو تا گزینه میاره معمولا، میگه آقا شما یا اهل آمریکا هستین، United States of آمریکا هستین، یا نیستین بقیه کشورهای. پس ما میشیم گزینه اول. این تا اینجا. گزینه بعد آقا میگه این دوتا کار رو باید انجام بدین. خب بچه قبل از اینکه بریم جلوتر، من یک موردی رو خدمتتون عرض بکنم. این مراحل اولیه‌اش که شما خودتون یاد گرفتین دیگه، کار نداره. رو گزینه اولیه که بزنین، آقا میگه یه عکس از روی مدرکتون بگیرین، یه عکس از پشت مدرکتون بگیرین، میگیرین ارسال میکنین و تموم. اگر پاسپورت دارین که از روی هر دو طرف همون پاسپورتتون ارسال میکنین، تموم میشه، میره. اوکی. گزینه سلفیش هم که می‌خواستین انجام بدین، دوربین گوشیتون باز میشه، سرتون رو میگه به این ور به اون ور بچرخونین. مثلا میگه سرتون رو به سمت چپ بچرخونین، به راست بچرخونین، بالا پایین این ور اون ور میچرخونین و انجام میدین. اوکی. اما الان اون پایین یه گزینه آورده. خب یه توضیح خدمتتون عرض بکنم. اگه قبلا تو سیستم سامساب یک بار حتی مدرکتون رو احراز هویت کردین، روی این گزینه این تیکه کلیک بکنین و با این برین روی کانتینیو کلیک بکنین. اگر نکردین که چی؟ اگه کردین با این بزنین خیلی سریعتر کاراتون جلو میره. حالا من انگار انجام ندادم، انگار شما بلد نیستین، اصلا تا به حال انجام ندادم. حالت عادی میخوام برم جلو. میریم داخل اینجا، میگه آقا کشورتون انتخاب کن. من با توجه به اینکه وی پی ان ام روشنه زده ندرلند، ولی خب اینجا ما باید بریم همون ایران خودمون رو پیدا بکنیم. همونطور که میبینید ایران رو من کلیک کردم روش. اینجا میگه آقا از چه مدرکی میخوای استفاده بکنی؟ گواهینامه رانندگی، کارت ملی، پاسپورت، چی میخوای استفاده بکنی؟ خلاصه من چون از پاسپورت میخوام استفاده بکنم، روی پاسپورت کلیک میکنم. حالا اینجا بچه دوربین برای ما باز میشه. خب من میرم عکس رو میگیرم، کاراش رو میکنم، دوباره برمیگردیم ادامه مراحل رو انجام میدیم. خب بچه من چیزی که متوجه شدم، برای پاسپورت دوتا عکس نباید شبیه هم باشه. یک صفحه عقب جلو بکنید زمانی که میخواین، مثلا دفعه اول که میگه از روش عکس بگیر، از کامل از روی پاسپورت عکس بگیرین. دفعه دوم که میگه آقا از پشتش عکس بگیرین، یه صفحه رد بکنین، از اونجا عکس بگیرین. خب همونطور که میبینین بچه‌ها، من با پاسپورتم اومدم عکس رو گرفتم. فقط یه نکته مهم داره من به خدمتتون عرض بکنم. زمانی که با پاسپورت میخواین عکس رو بگیرین و کاراش رو انجام بدین، اینجا کامپلت هم نوشت، یعنی کامل من احراز هویتم تایید شد. اوکی. من چند تا مورد بچه خدمتتون توضیح بدم. زمانی که با پاسپورت دارین انجام میدین، دفعه اول که میگه عکس میخواین بگیرین، چون دو بار بعد عکس بگیرین. دفعه اول که میخواین عکس بگیرین، از روش بگیرین، یعنی از همون قسمت اصلی پاسپورتتون بگیرین. دفعه دوم که میگه از پشت پاسپورت بگیرین،
برین از صفحه آخر پاسپورتتون باز عکس بگیرین. گرفتین چی شد؟ من این کارو کردم و سریعا انجام شد. بعد از اینکه این دو تا مرحله رو انجام میدین، خودکار سلفی گوشیتون روشن میشه، صورتتون رو کامل داخل اون دایره‌ای که گفته نگه دارین و تموم. چند ثانیه صبر بکنید خودش تایید میشه. تایید که بشه دیگه احراز هویتتون رو تایید میکنه و تمام. حالا من یه بک بزنم ببینم احراز هویتم واقعا تایید شد یا نشد. چی شد اصلا نفهمیدم. بله همونطور که میبینید اینجا تیک من انجام شد و احراز هویت من همونطور که میبینید با موفقیت انجام شد. دوستان دقت کنین، ما الان ثبت نام و احراز هویتمون رو انجام دادیم، تایید شد. اوکی، با همین سرعت. حالا از اینجا بعد چیکار کنیم؟ اولین کاری که بعد انجام بدین که بعداً برای برداشت هم به مشکل نخورین اینه. میزنین روی اکانتتون، دوباره اینجا پایین نوشته سکیوریتی سنتر، روی این کلیک میکنین. آقا یک کد 2 مرحله یا همون گوگل وریفای اکشن آقا اضافه میکنین. این کار نداره اضافه کردنش بچه‌ها. اگر بلد نیستین یه سرچ بکنین، کار واقعا خیلی ساده است دیگه، همتون باید بلد باشین. یه کد گوگل اتنتیکیتور رو به اینجا وصل میکنین و تمام. حالا این گزینه میشه گزینه آخرش، دقیقاً همین گزینه آخریه رو روش کلیک میکنین انجام میدین. من الان کلیک میکنم انجام میدم، بعد میریم ادامه مراحل. اینا مهمه بچه‌ها برای اینکه بتونید بونوس رو دریافت بکنید. خب دوستان بعد از اینکه ایمیلمون و کد گوگل اتنتیکیتورمون رو وصل کردیم و احراز هویتمون هم انجام شد، برمیگردیم عقب، بریم برای دریافت بونوس. میایم روی بخش بالانس، از تبای بالا میکشیم کنار، فیوچرز رو انتخاب میکنیم. اینجا روی گزینه بونوس کلیک میکنیم، میریم پایین. بچه‌ها همونطور که می‌بینید اینجا این گزینه برای ما کلیم شده، دریافت. روی این کلیک میکنید و تمام. اینجا برای ما دریافتش انجام شد. اوکی، حالا میریم تو کجا. من یه رفرش هم بکنم. $10 به ما فیوچرز بونوس داده. خب دوستان تا اینجاش یاد گرفتیم بونوس رو دریافت کنیم، اما کجا رفته و چجوری باید تریدش کنیم. همونطور که بهتون گفتم یه بار مصرفه. برای ترید کردنش بچه‌ها هم میتونید از این گزینه این کنار استفاده کنید، هم میتونید بریم مستقیما تو صفحه فیوچرز. ما از همینجا میزنیم که بریم تو صفحه فیوچرز. همونطور که میبینید اینجا برای ما 0 نوشته تترو. اوکی، چه کاری بعد انجام بدیم؟ از این کنار، این بالا سمت راست کنار این کندل ها یک 3 نقطه داره. روی این 3 نقطه من کلیک میکنم. این پایین نوشته ووچر سنتر، روی این کلیک میکنیم. اینجا بونوس شما رو بعد براتون نوشته شده باشه. بله اینجا نوشته. حالا برای استفاده ازش اولا اینجا اگر خواستین میتونید قوانینش رو بخونین. روی این جفت ارزها میتونید تریدش کنید تا لوریج 20. اوکی، روی یوز نو کلیک میکنین برای استفاده. خب بچه من الان میخوام اینجا معاملم رو باز بکنم، اما باز هم موجودی من 0 و نمیذاره باز بکنم. چرا؟ چون شما باید بذارینش روی ایزوله. بچه از اینجا قسمت کراس رو کلیک میکنین، میذارین روی ایزوله، کانفرم رو میزنین، این شد ایزوله. حالا روی این گزینه اینجا کلیک میکنین، این گزینه رو کلیک میکنین، کانفرم رو میزنین. الان انتخاب شد به صورت کامل. این رو پرش میکنین. لوریج هم که تا 20 ما مجاز بودیم بیاریم، لوریج رو تا 20 پر میکنیم با توجه به قوانینی که خودش داشت دیگه. لوریج رو تا 20 پر میکنیم و اوپن شد، کانفرم و تمام. اینجا معامله ما باز شد. هر زمان دوست داشتیم میتونیم ببندینش. اوکی، این کل توضیحاتی که من بعد داخل این قسمت بهتون میدادم به پایان رسید بچه‌ها. هر موقع خواستین میتونید برداشت خودتون رو انجام بدین، اگر داخل سود بودین کلوز کنین و هر آن چیز دیگه. معامله شما حد اکثر تا 24 ساعت باز میمونه. اگر نبندینش خودکار بعد از 24 ساعت بسته میشه. یه مورد دیگه در مورد بونوس های واریز و غیره میخواستم باهاتون صحبت کنم که از همه خفن‌تره، که سود اصلی تو اینجاست. قشنگ گوش بدین که متوجهش بشین. اوکی، من بخشش رو بیارم اول. بچه ببینید بالای $50 تا $1000، مینیمومش $50، ماکسیمومش $1000. خب شما هر مبلغی واریز بکنید 50% رو فیوچرز بونوس میگیرید. متوجه شدین داستان از چه قراره؟ 50% رو فیوچرز بونوس میگیرید. حالا که بعد بیاین از اینجا دریافتش بکنین. بچه وقتی که واریز کردین میبرین انتقالش میدین به بخش فیوچرز. دقت بکنین حرفای من مهمه.
بعد بهتون میگم چجوری ازش سود خفن بگیریم. انتقالش میدین به بخش فیوچرز خودتون، به بخش فیوچرز که انتقال دادین بعد میایین داخل همین قسمت کجا ما اومدیم، یه بار دیگه بریم توی بالانس، فیوچرز، بانس، دیلی تاسک، اینجا. خب انتقال خودتون که انجام دادین کاراش کردین اینجا روی این قسمت اولیه براتون باز میشه. خب 50% روی واریزتون شما بونوس میگیرید تا $1000. حالا بریم ادامه ویدیو رو روی تخته بهتون توضیح بدم تا توضیحات خفن تری. خب رفقا، نحوه دریافت بونوس با ثبت نام و احراز هویت رو کامل مرحله به مرحله بهتون یاد دادم. حالا توی مرحله بعدی میخوام بهتون یاد بدم با واریز که گفتم بهتون توی ویدیو بین 50 تتر تا 1000 تتر هر مبلغی واریز بکنید 50% روش فیوچرز بونوس قابل ضرر میگیرید. چیکار کنیم که سود خیلی خیلی خفنی رو ازش بگیریم؟ یا بهتره بهتون بگم بدون ریسک این سود رو به دست بیارید. ببین دو حالت داره، یا اینکه شما یک نفری و یک دونه گوشی داری و پدر مادر یا نداری یا هر چیزی، یک رفیق نداری دور و بر که این کارو دو نفر انجام بدین، که اگه دو نفر انجام بدین بهت میگم چقدر سود قرار بکنیم. که در این حالت اگر هیچ کدوم اینا رو نداری بی ریسک این کار رو انجام میدی، یعنی سر به سری هیچ ریسکی نداری این کار برات. حالت دوم اینه که یه رفیقی هم داری. تو حالت اولش اول بهت بگم یا سود میکنی یا سر به سری. گرفتی چی شد؟ ضرری نداره بعد. حالا توضیح میدم متوجه میشی. تو حالت دوم حداقل یه نفر رو میشناسی. یک نفر رو میشناسی که یه پاسپورت، یه گواهینامه، یه چیزی داشته باشه بتونه باشه احراز هویت اونم انجام بده. مبلغی هم برای واریز داشته باشه. دو نفری با هم دیگه انجام میدید دیگه میشه گفت سود. حالا داستان از چه قرار بریم روی تخته کامل به توضیح بدم. خب بچه دقت کنید، من اینجا اومدم یه سری شرایط رو نوشتم که کامل بهتون توضیح بدم. خب ما شرایطی که داریم توضیح میدیم برای کسی که یک نفر رو میشناسه، یعنی دو نفرن که میخوان این کارو انجام بدن و سودش رو با هم دیگه بعد تقسیم کنن. خب داستان به چه شکل؟ ببینید من روی سقف واریزش میخوام توضیح بدم روی $1000. خب شما $1000 روی یک دونه اکانتت که ثبت نام احراز هویت کردی واریز میکنیم، برای توی بخش فیوچرز 50% رو میده میشه $1500. تا اینجا هر دو تا اکانت یکی هم. اوکی؟ هر کاری که این داره انجام میده این هم داره انجام میده. اوکی؟ هر کس روی گوشی خودش با اکانت خودش. اوکی؟ جمعا نفری $1500 پس توی فیوچرزمون ما داریم و میتونیم روش معامله کنیم. یک بار میتونی از بونوسی که بهت داده استفاده بکنی. پس و برای استفاده از این بونوس شما باید مارجین خودت هم درگیر باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر من بیام فقط با $500 معامله باز بکنم مارجینی از خودم درگیر نیست، پس این بونوس حساب نمیشه و ضرر بکنم از حساب اصلیم کسر میشه. باید حساب خودت هم درگیر باشه. بهترین کاری که میتونی انجام بدی با $1500 روی یک اکانت شورت میگیری. قشنگ گوش بده. روی یک دونه اکانت شورت میگیری، روی اون یکی اکانت لانگ میگیری. درسته؟ طبق قوانینی که توی توضیحات خود صرافی در مورد این بونوس داده گفته یک بار مصرف ضرر از خود بونوس، یعنی بونوس قابل ضرر طبق توضیحاتی که خود صرافی داده. پس بونوسی که به ما داد روی $1000 چقدر بود؟ $500. درسته؟ $1500 روی این بر، $1500 روی این بر. با لوریج چند؟ ما جفتشو با لوریج میگیریم. اینو با لوریج یا بهتره با یک لوریج نگیریم، یک دونه متفاوت باشه بهتره. برای مثال من دارم میگم اینو با لوریج 20 میگیریم، اینو با لوریج مثلا 19 میگیریم. اوکی؟ اینو با لوریج 19 میگیریم. اوکی؟ اینو با لوریج 20 گرفتیم، اینو با لوریج 19. اوکی، این تا اینجاش. یه معامله از این دوتا هم ضرر میشه. ارزش مهم نیست. شما اصلا برو رو ریپل بزن، رو هر چی دوست داری، رو هر چیزی که بهت مجوز و اجازه گرفتنش رو داد بزن. خب یه معامله رو لانگ کردی، یکی رو شورت کردی، یکی طبیعتاً ضرر میشه. قسمت مهم ماجرا قبل از اینکه معامله باز کنی استاپ لاست رو روی جای تعیین میکنی که $500 بیشتر ضرر ندی. این $500 رو اصلا بذارش روی $480 ضرر. چرا؟ چون که یک فی کارمزد صرافی هم ازش کسر میشه دیگه. فیات هم دفعه اولی که میخوای با این بونوس ترید بکنی از رو همین کم میشه. خب
پس استاپ حد ضرر تو به جای 500 اصلا بذار روی مثلا 480. اوکی رو 480 دلار بذار. استاپ این رو 480 دلار ضررش، استاپ اینم رو 480 دلار ضررش. حالا تارگت ها ما چجوری بچینم؟ تا اگر جفت ارزت یکیه، اون جایی که حد ضرر اینه تارگت این بذار، اون جایی که حد ضرر اینه تارگت این بذار. گرفتی چی شد؟ یه مثال علی بزن من متوجه بشم. اینجا رو پاک کنم بهتون توضیح بدم. بریم بچه‌ها مثلا فکر کنید دارین روی ارز به نام X معامله میکنید. خب این معامله لانگش رو داریم میگیریم، این معامله شورتش رو داریم میگیریم. اوکی این معامله لانگ که داریم میگیریم آقا استاپ لاس معامله که داریم میگیریم فکر کن عددش میشه 1.06. اوکی این معامله شورتی که داریم میگیریم استاپش فکر کن میشه مثلا 2.14. اوکی حالا برای اینا میخوایم تارگت بذاریم، اینا استاپشون بود. اوکی متوجه شد؟ استاپ جایی که 480 دلار ضرر میکنیم اگر تا اونجا قیمت بره. گرفتی تا اینجا؟ اوکی حالا میخوایم برای این معاملمون تارگت انتخاب کنیم. کجا بذاریم؟ جایی که این استاپه. این 2.14 رو میذاریم اینجا به عنوان تارگتش. برای این میخوایم تارگت انتخاب بکنیم. میایم اینجا این استاپ که برای این معاملمون بود رو میذاریم اینجا. چه اتفاقی میفته این کار رو انجام میدیم؟ قشنگ من گوش بده متوجه بشه. باعث میشه جفت معامله رو که یک جا داری باز می‌کنی، توی یک زمان داری باز می‌کنی، باعث میشه این معامله زمانی که استاپ خورد اون یکی سود بده. درسته؟ این معامله تقریبا 480 دلار تا 500 دلار ضرر داده. این معامله تقریبا 450 دلار تا 500 دلار سود داده بهت. درسته؟ اصلا 400 دلار بهت سود داده. درست شد؟ حالا چه اتفاقی افتاد؟ این اکانتمون فکر کن ضرره بوده. اوکی این اکانت فکر کن ضرر شد. 1000 دلار اصلیمون رو داریم، پول اصلیمون هست، پول اصلی تو اصلا برداشت بکن. این اکانتمون که توش 1500 تا داشتیم الان با اون 500 تایی که سود شد 2000 دلار. درسته؟ حالا اون 2000 دلار 500 دلارش اگر یادت باشه بونوسمون بود. اون 500 دلار زمانی که شما از فیوچرز به اسپات بخوای انتقال بدی، قشنگ گوش بده، زمانی که از فیوچرز به اسپات بخوای انتقال بدی 500 دلار رو ازت میگیره دیگه، بونوس رو ازت میگیره. درسته؟ خب میشه دوباره 1500 دلار. شما چقدر جمعاً وارد کرد اینا میتونی برداشت کنی. شما چقدر جمعاً واریز کردی؟ 1000 دلار برای این اکانت واریز کرده بودی، 1000 دلار برای این اکانت. جمع این برداشت این دوتا با هم دیگه چقدر میشه؟ میشه 2500 دلار. 500 دلار شما اینجا سود کردی، 250 دلارش میدی رفیقت، 250 دلار مال خودت. اینم راه مخفی بودش که من گفتم. یه مورد خیلی مهم داره که من باید اینجا بهت توضیح بدم. بر اساس قوانینی که توی خود صرافی نوشته و توی خود قوانین فیوچرز بونوسش نوشته، من خوندم رسیدم به این اجراییه، این کارو میتونی انجام بدی. خودم هنوز انجام ندادم بچه‌ها، این الان بهتون میگم، خودم هنوز انجام ندادم. گفتم اول از همه چون همین امروز استارت این فیوچرز بونوس خورده، چون از همین امروز استارت خورده و من می‌خواستم اول نفر باشم بهتون معرفی میکنم. مطمئنم اصلا این صرافی رو هیچ جایی بهتون معرفی نکرده. اول نفر اومدم چیزی که بیشترین سود رو میده رو بهتون بگم چیه داستانش. تستش، امتحانش، همه چیش با خودتون. من چیزی که از دیتا متوجه شدم رو بهتون توضیح دادم. اوکی این از این. حالا یه سری از دوستان هستن آقا مبلغ اینقدر زیاد ندارن، بیان برن با 500 دلار این کارو بکنن، با 100 دلار این کارو بکنن، با اون مبلغی که دارن این کارو بکنن. یه سری از دوستان هستن میگن دوست من پول نداره، من فقط پول دارم، چیکار کنم؟ شما آقا بهش بگو آقا به جای مثلا 50% سود، چون شما نیاز به پاسپورت یا یه برگی برای اعراض هویتش دارید، بهش بگو به جای راستی این موضوعی
برای این فیوچرز بونوس که روی واریزت میگیری و روی حجم تریدت میگیری اصلا نیازی به احراز هویت نداری. احراز هویت فقط برای بونوس ثبت نامه اگه خواستی اون رو دریافت کنی. این پس نیاز نداره. در هر صورت ولی اگر خواستی هم حرکت بزنی دوستت پول نداشتی یا به هر دلیلی، چون روی یک گوشی نباید دو تا اکانت داشته باشی، دقت کن روی یک گوشی دو تا اکانت نداشته باشی که به فنا میری. در هر صورت اگر دو نفر بودین و دوست داشتین از این داستان استفاده کنین، یکیتون پول داشت یکی نداشت، اولا که رفاقتی برین جلو 50-50 تقسیم کنین. بعد اگر هم نخواستین این کارو بکنین، آقا 25% رو بده به اون کسی که پول نداره، 75% رو بده به اون که پول داره. با هم دیگه تلاش کنیم پول رو به دست بیاریم. پول خوبیه. تا ویدیوی دیگه خدا یار نگهدارتون. امیدوارم که بتونیم بیشترین سود رو از این بانس به دست بیاریم. توی کامنت ها منتظر نظرات قشنگتون هستم. انجامش بده با بغض، انجامش بده با در، زندگی فرصت آمادگی نمیده.